عارف به طور علنی به ضد آخوندهای مرتجع که به مزدوری بیگانه مشغول بودند بر علیه اونها موضع می گرفت. خودش در مورد یکی از اشعارش اینطور نوشته: این غزل را بعد از مراجعت از کردستان و بعد از 2-3 روز ورود به تهران که تصادف کرد با رفتن علمای اعلام و حجج اسلام به تحریک قوام السلطنه و پول انگلیسی ها به مسجد جامع که باز نمیدانم چه شده بود که اسلام میخواست برود، انگلیسی ها فهمیده بودند، به علما خبر دادند و آنها هم خیلی سعی در جلوگیری کردند. غزلی ساخته خواستم به روزنامه ها بدهم درج کنند. دوستان ممانعت کردند. عارف بعد غزل خود رو آورده که چنین است: کار با شیخ حریفان به مدارا نشود، نشود یک سره تا یک سره رسوا نشود. شده آن کار که باید نشود، می باید کرد کاری که دیگر بدتر از اینها نشود. در تزویر و ریا باز شد این دفعه چنان، بایدش بست پس از بسته شدن وا نشود. بس نمایش که پس پرده سالوس و ریاست، حیف بالا نرود پرده تماشا نشود. سلب آسایش ما مردم از این هاست، چرا سلب آسایش و آرامش از اینها نشود. تا که امام کفن یا که چماق تکفیر، نشکند جبهه ز زهد حل معما نشود. گو به آخونده مصرتر ز مگس زحمت ما، کم کنیم غوره شود باده و حلوا نشود. کار امام در این ملک کله برداری است، نیست آسوده کس هر شیخ مکلا نشود. باز دور دگر آخوند وکیلر شد کاش، باز تا حشر در مجلس شورا نشود. از دیگر ترانه های خاطر انگیز عارف قزوینی ترانه دل هوس سبز و صحرا ندارد در ابوعطا در سال 1286 اجرا شد. برخی دیگر از معروفترین ترانه های عارف عبارتند از ترانه گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم، در مایه دشتی که در سال 1286 در تهران به مناسبت انتخابات مجلس شورای ملی اجرا شد. ترانه از کفم رها شد قرار دل در افشاری در سال 1287 اجرا شد. عارف ترانه‌ای در عشق به مردم آذربایجان سروده که در اون اینطور گفته: جان برخی آذربایجان باد، این مهد زرتشت مهد امان باد. این ترانه در گوشه رهاب در سال 1296 در تبریز اجرا شد. ترانه گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد در دشتی در سال 1289 در تهران اجرا شد. باز از ترانه های جالب عارف قزوینی ترانه بهار دلکش رسید نام داره که بسیار دلنشین است. عارف در ترانه های خودش شور و غیرت میهنی رو برای بپا خواستن و کسب استقلال و آزادی تشویق میکرد. از جمله وقتی ارمنستان استقلال خود را به دست آورد، عارف قزوینی خطاب به مردم ایران سرود: بماندیم ما مستقل شد ارمنستان، زبردست شد زیر دست زیر دستان. او این ترانه رو در سگاه در سال 1294 در استانبول اجرا کرد. ترانه‌خوان و شاعر و هنرمند دوران مشروطیت سرانجام در 2 بهمن ماه 1312 شمسی خاموشی گرفت. در بزرگداشت او به ترانه مشهوری که در رسای کلونل محمد تقی‌خان پسیان میهن پرست سلحشور میهن ما و همچنین برای جوانان شهید وطن سروده و هنوز که هنوز هست جزو بهترین ترانه‌هایی است که در ستایش از رادی و جوانمردی اجرا شده گوش می‌کنیم.
مثل گل و گشت و جانم گشت و خدا گشت و چمن شد. در بار بهاری تویی زاغ و جانم زاغ و خدا زاغ و زغن شد. از ابر کرم خطه ریرش که خودت شد. دل تنگ و چومن مرده قفس بهر خدا مرده قفس بهر وطن شد. چه کج رفتاری ای کرد چه بد کرداری ای کرد. سر کین داری ای کرد نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای کرد. نه دین داری نه آیین داری ای کرد. از خون جوانان وطن لاله وطن لاله خدا لاله دمیده. از ماتم سر به قدش و سر و جان سر و خدا سر و خمیده. در سایه